پیش از پایان مراسم مایلم به تقارن زیبایی که امروز اتفاق افتاده اشاره کنیم. امروز علاوه بر گرامی داشت و یاد خاطره رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری، همزمان با 8 مارچ روز جهانی زن نیز است. روزی که در سراسر جهان به پاس تلاش‌ها، ایستادگی‌ها و نقش ارزشمند زنان در ساختن جامعه بهتر گرامی داشته می‌شود. زنان همواره ستون‌های استوار خانواده و جامعه بودند و حضور آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی علمی نشانه از پیشرفت و آگاهی یک جامعه است. به همین مناسبت از خانم امیری دعوت می‌کنیم تا یک بار دیگر سر استیج تشریف بیارن و گلی که برایشان تقدیم تقدیمشان کنیم. امیر خوب کن. این گل کوچک نشانه از احترام و قدردانی ما از همه زنان با عزت و پرتلاش جامعه است. همچنان از خانم امیری عزیز خواهش میکنیم که به مناسبت روز جهانی این گلها را به بانوان محترمی که در این مراسم حضور دارند نیز تقدیم نماید و از همه زنان گرامی که حاضر در این محفل هستند صمیمانه قدردانی میکنیم و این روز را برای همه آنها تبریک و تهنیت عرض میکنیم. به افتخار خانم ها روز شما تبریک باشه. روز شما تبریک باشه. روز شما تبریک باشه خاله جان دوست داشتنی. بعد از این باز برعکس دست جمعی از مهمانان چی تقاضا. روز شما تبریک باشه. روز شما تبریک باشه خاله جان. روز شما تبریک باشه. روز شما تبریک باشه خاله جان. روز شما تبریک باشه. نینی نانازی هم روز تبریک باشه. روز شما تبریک باشه خاله جان. روز شما تبریک باشه. روز شما تبریک باشه. خوش آمدین. روز شما تبریک باشه. خوش آمدین. روز شما تبریک باشه. روز شما تبریک باشه. روز شما تبریک باشه. او خدا. روز شما تبریک باشه خاله جان. خوش آمدین. خدا. روز شما تبریک باشه. خوش آمدین. زحمت کشیدید. خدا. من خوشحال شدم که شما رو میگیرم. خاله جان دوست داشتنی من. روز شما تبریک باشه. روز شما تبریک باشه. او خدا مصدقه ازانه. روز نینیم هم تبریک باشه. نه روز از اون تبریک باشه. از طرف از ما هم بگی تبریک بگی. روز شما تبریک باشه. اوکی.